عناصر متشکله وجود انسان مادی و معنوی است. یعنی انسان از عناصر مادی ساخته شده و معنوی که الله سبحانه و تعالی می فرماید فاذا سویته و نفخت فیه من روحه. الله سبحانه و تعالی می فرماید زمانی که انسان را خلق کردم یا ساختم از روح خود در وجود او دمیدم. به این اساس وجود انسان معنوی و مادی است. گرایش ها، علاقمندی ها در وجود انسان هم به اساس اینکه اصالت وجود انسان مادی و معنوی است. الله سبحانه و تعالی می فرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ما برای انسان ها دو راه را راهنمایی کردم، اما شاکرا راه شکران نعمت و اما کفورا راه کفران نعمت. راه کفران نعمت راهی است که ما را از حق منحرف می کند و الله سبحانه و تعالی در آیه دیگه می فرماید و هدیناه النجدین. ما برای انسان ها دو راه را راهنمایی کردم به اساس اینکه اصالت وجود انسان مادی و معنوی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.